بازی میکردین و پدر مادرتون متوجه شدن 3 تا راهکار بهتون میگم که مخشون رو بزنین. راهکار اول قربون صدقه رفتن. وای عزیزم، ایدای عزیزم، چی کار داری میکنی؟ مگه قرار نبود درس بخونی؟ اگه قربون صدقش بری مخشو زدی ها. مادر من قربونت برم، اصل من که همیشه خفه شو. همین الان خاموش میکنی میری میشینی پای درس و عشقت. بیشتر قربونت برم، من که به فکر درس خب این جواب نداد. راهکار دوم 100 جوابه. آهنگ خوندن. به بریم به سمت کفش که کفش بخریم، البته نه برای پا. باز نشستی پای پلی‌استیشنت. یه آهنگ احساسی براش بخون. مادر همه جان و تنم شوق نفس. الله چرا میزنی؟ It was at this moment he knew he fucked up. A few moments later. هرچی راهکار بود و بنداز دور. راهکار سوم رو ببین. بزنش دیگه. هر روز یه داره پلی‌استیشن یه جور تلفظ می‌کنی. حالا کاربون نداریم، ولی من دست‌ها رو شستم، ماشین رو تمیز کردم، خونه رو جارو کردم، لباسا رو گذاشتم تو ماشین، لباسشویی همه چی اوکی. لطف بشم پسر خوشگلم. یه کمی دیگه هم میتونی بازی کنی. اوکی. اگر یواشکی داشتین بازی